با رخصتی قلم با سفیدی صفحه‌ای شروع به معاشرت می‌کنند. بوسه‌ای به صفحه‌ای برای آغازی. روزی از آن 7 را برای خود به خلوتم، برای آنکه شمارم هر آنچه در 5 رنج نمودم. آیا در مسیرم؟ آیا درستم؟ و آیا راستم؟ خود را از تن جدا و شروع به پاکش می‌کنم. نقابی ندارم و همانم که در شروع روزم بودم. بی نقاب و با تلاش برای نپوشاندن دلم. پس از شست در مقابل آفتاب دیدگانم خشکش می‌کنم. در خلوتم به پاداش نیکترین پوششم می‌شوم. من و یارم، خود و خود و همراه با خدایم، مهربانم و در قلبم. تلاش برای چتر بودن و سقف بودن برای یارانم می‌کنم. آن فرستاده نوشته هایم رو می‌زید و آن دیگری با کم زبانی درک می‌کند و شوقم می‌دهد برای پیش جستن از خود را. با روز گذشتم در مسابقه تلاش برای سبقتش می‌کنم. از دور به تماشای خود می‌نشینم و چه خوش منظره‌ای. در رقصی با روزم، دست در دست و شوق در برم. خود را در آرامش تشویق به پالایش می‌کنم. صابرانه صبر و آمدانه تلاش می‌کنم. تلاش برای زیستی با راستی و با عطر صداقت. قلبانم از دور مشوقند و در فاصله ها در انتظارمند. چقدر کسی را داشتن که در انتظار باشد دلچسب و تمام روح است. عشق در هوا و به دور از هوا نفسش میکشم. عجب عطری دارد. اگر مادرانه باشد درد و ضرب می شود و تقسیم می شود و همه را پاسخش آری است. می نشیند اگر مبدأ خود قلب باشد. قلب بی تقلب قلب می شناسد و لبیک می شود. مهربانی خدایم به سویم جاری است و تلاش برای بارشش می کنم. آدمی سزایش مهر است. خشم و دیوار و فاصله نیست. نتیجه می دهد اگر آبش دهیم. صبر می طلبد. جوانه می دهد با صدای خنده ها و مرگ می شود با نمک اشکی. عمق می شناسد و با سطح آشنایی ندارد. در تضاد با سطح است. از عمق صعود و به عمق می نشیند. وداع قلم با پاکی صفحه‌ای و قولی به دیداری. به زودی تا طلوعی و در بی غروبی. بی خداحافظی و بدرود